از بزرگی های خدای مهربان من برای شما گویم. ببینید درباره انا آیت 259 از سوره بقره او کالذی مر علی قریه و هی خاویه علی عروشها. بزرگی خدا را ببینید در اینجا برادران عزیز که میگه گپ در سر حضرت عزیر. اینم یکی از پیغمبرهای بنی اسرائیل بود. میگه وقتی که به پیش یک قریه و پیش یک قشلاقی میگذرد که ای دست پادشاهی همون زمان بخت و نصر ویران شدگی بود، یعنی چپگردان شدگی بود، مردمش در زیرش ماندگی بودن. وقتی حضرت عزیر میگه از اینجا گذشت، بعد چیکار کرد؟ میگه قال ان یوحی هذه الله بعد موتها. میگه در ذهنش میگذشت که این دیه را خدای مهربان کی اکو از سر نو آباد میکنه و یا کی این آدمایی که در زیر این امارت ها کشته شدن نابود شدن اینها کی مقصد خلاص از اینجا برداشته میشوند، یا چگونه خدای مهربان با اینها را مقصد از این حالت زنده میگرداند. میگه وقتی که این در میگه خیال حضرت عزیر گذشت برادر عزیز، فاماته الله 100 عام. میگه خدای مهربان جان حضرت عزیر را گرفت و ببین 100 سال حضرت عزیر مقصد در حالی هلاکت بود. الکی خدا جانش گرفت 100 سال. ثم بعثه، بعد از آنی که 100 سال از مردنش گذشت، بعد از آن میگه الله میگه جان دویم باره در حضرت عزیر میگه داخل کرد. قال کم لبیسته، بعد میگه پرسیدش عزیر چند سال بود تو در اینجا خواب بودی؟ قال لبیست یوما او بعض یوم، گو یک روز یا یک روز یا نیم روز. زیرا که میگه خداوند جان عزیر اولی روز که گرفته بود، اینجا که جانش در آخری روز مقصد که الله داد، دید که آفتاب نشستن ای در ذهنش همون بود که مقصد من اولی روز برآمدم. الکی بیگاه شد، گفت یک روز یا نیم روز. قال لبیست یوما او بعض، قال بل لبیست 100 عام. خدا گفت نگو عزیر تو 100 سال بودی که در همینجا جان در بدن نبود. تو یعنی 100 سال در همینجا افتاده بودی، 100 سال در همینجا خواب بودی. برادر عزیز قدرت های الله مهربان بین. فانظر الی طعامک و شرابک، بعد همراهش طعام داشت و شراب، میگن انگور داشت، انجیر داشت، همراهش بود. میگن بعد گفتش که الله مهربان که کو نگاه که انجیر تا و انگور تا لم یتسنه، در همین 100 سال یگان تغییرات در همینا شده. یعنی عیناً همونی که آوردی همون شکل، همون مزه، همون رنگ برادر عزیز در جاش ایستادگی است. وانظر الی حمارک ولنجعلک آیه للناس. بعد خر نگاه، خرش برادر عزیز با خری داشت. خرش میگه تماما میگه یعنی با استخوان تبدیل شدگی بود، یعنی گوشت و پوست و دیگر هیچی از خر ماندگی نبود. بعد گفت وانظر الی العظام کیف ننشزها ثم نکسوها لحما. بعد میگه وقتی گفت نگاه کرد که به خر نگاه کرد، وقتی نگاه کرد میگه استخوان ها اینش به اینش پیوست میشه. بعد از آن برادران عزیز میگه دیدیم که گوشت هاش میگه آمد، دیدیم که مقصد هر یک عضو پیوست شدن میگرفت. بعد از آن فلما تبین له قال اعلم ان الله على كل شيء قدیر. بعد از آن میگه حضرت عزیر اون خیال و فکری که در ابتدا در سرش گذشت برادر عزیز چی گفت؟ گفت چی بزرگی هستی پروردگار من، ای خدای توانا، مقصد تو چی قدرت هایی داری. در دوام همین برادر عزیز آیت 260 حضرت ابراهیم میگه و از قال ابراهیم ربی ارینی کیف تحیی الموتى. میگه ابراهیم الله را گفت خدایا همین مرده را تو چخیلی زنده میکنی. حضرت مقصد کو یقین داشتن، باور داشتن، ولی میخواستن با عین الیقین با چشمشون ببینن. خب تو قال اولا تؤمن قال بلا ولکن لا یطمئن قلبی. گو چی؟ مقصد با قدرت من آیا باور نداری؟ گو باور دارم الله مهربان، من با قدرت تو تسلیمم، ولیکن با به هر حال میخواهم که قلبم آرام بگیرم. قال فخذ 4 من الطیر. خدا گفتش برای همین 4 تا پرنده را بگیر. ولی ابن کثیر میگه که 4 پرنده، یکش طاووس بود میگه، یکش میگه کرگس بود، یکش میگه قراق بود، یکش خروس بود.
4 تا پرنده ارارش میگه گیرید فسرهون الی گفت که بکنشون، یعنی همش گردنش ضرب کرد قناتاشون بکن، پوستاشون بکن، گفت بگیر که فسرهون الی، مقصد از بگیم طریق میسرو که بگذرونشون تیکا که مایده که ارارش که گفت فسرهون ثم جعل على كل جبل منهن جزءا. بعد تفسیرها میگه در 7 پاره کوه مقصد مشت گوشتای همه را برده مقصد حضرت گذاشت. ثم ادعوهن، بعد از آن گفت فریاد چون که بگو به اذن پروردگار زنده شوی. میگه حضرت ابراهیم فریاد زد یاتینک سعیا، همشون میگه در آسمان خیستن برادران عزیزو با یکدیگر، هر کی در پوست خودش گوشت خودش داخل میشد و با اصل اولش میگه هر کدام اونها برگشتن. واعلم ان الله عزیز حکیم. ببینیم برادران عزیز، حضرت ابراهیم گفت خداوندا تو چی بزرگی، چی قدرت هایی داری. برادر عزیز، من به این خاطر میگم که الله بسیار ذات توانا است، بسیار ذات بزرگ است. همیشه از الله مهربان اطاعت کنیم، همیشه از خدای مهربان بترسیم که خدای مهربان به همه چیز قادر است. اگر الله شود از بنده راضی، به او یار است استقبال و ماضی. شاید ای بندگر الله به آزار، همه در هر دو عالم است و بیزار. خداوند خاتمه ما را بخیر کنه، ایمانهای همه ما و شما را با سلامت نگه داره و همچنان قدرت های الهی بنیاد زیاد است. ولی به هر حال باشد من فکر میکنم که برای گوش کننده خدا خواهد اینش کفایت میکند. سلام علیکم.